بسم الله الرحمن الرحیم. به همه مردم عزیزمون سلام عرض می کنم و عرض تسلیت دارم. مردمی که در سوگ رئیس جمهور شهید و محبوب خودشون نشون دادن به خوبی قدردان خدمت و صداقت هستند. حماسه‌ای که ما در قم، تبریز، تهران، بیرجند، مشهد و سایر شهرها دیدیم، این یک حماسه بزرگ بود. این هنر ملت ماست که از حادثه حماسه می آفریند. هنر مردم ما این بوده که در تندباد حوادث نه تنها از پا در نمیان، بلکه با قدرت تهدید رو به فرصت تبدیل می کنند. این حقیقت رو دنیا در دفاع مقدس دید. در همین دولت رئیس جمهور شهیدمون، همون ابرقدرتی که رسما به دنبال فشار حداکثری بر مردم ایران بود، خودش اعتراف کرد از مردم ایران شکست فاحش خورده. بس اینه که ملت خوب و فهیم ما سهم خودشون رو در حوادث مختلف انجام دادن و اکنون هم آمادن تا نقش‌های بزرگتری رو برای پیشرفت کشور ایفا کنند. من باور دارم اون چه که در امکان و توان مردم ما بوده به صحنه آوردند و میآورند و این بزرگترین سرمایه کشوره. رئیس جمهور شهید ما این سرمایه رو میشناخت و قدر اون رو میدونست. کسی که پا به انتخابات میذاره، پا به عرصه انتخابات میذاره، باید همچون رئیس جمهور شهید این سرمایه رو بشناسه و قدر بدونه. من بحثم اینه، ما وقتی چنین مردمی داریم که چنین حماسه هایی میآفرینند در صحنه های سخت، امروز به دولتی نیاز داریم که با همه وجود از اراده و برنامه داشته باشه تا این سرمایه بزرگ رو ارتقا بدهد. ما در 10 سال گذشته در گفتمانی به اسم دولت سایه به این اندیشیده ایم و با شبکه‌ای گسترده از نخبگان و اساتید در حوزه‌های مختلف پیرامون این بحث کارشناسی‌هایی رو انجام داده ایم. در تمام این مدت فارغ از این که دولت مستقر رفیق یا رقیب ما بوده، سعی کردیم اون نتایج بررسی‌های خودمون رو برای تأیید، تصحیح یا تکمیل به دولت مردان ارائه کنیم. نکته مهم اینه که رئیس جمهور باید بداند چه فرصت‌هایی وجود دارد. اگر صحبت از برنامه می شود، رئیس جمهور باید به اون برنامه اشراف کامل داشته باشد و اینکه چگونه از این فرصت‌ها به نفع ملت ایران یک استفاده حداکثری بکند. به حداقل‌ها راضی نشود، اداره روزمره کشور رو کافی نداند، به قله‌ها نگاه کنه. پیشرفت‌های مردم ما و روندهای جهانی به ما امروز نشون میده که ما امروز در یک فرصت تاریخی هستیم. اگر ملتی از فرصتهای تاریخی غفلت کنه، از مسیر پیشرفت عقب میمونه. این پیشرفت چگونه به دست میاد؟ با عدالتی که در جهت جهش کشور برای مشارکت دادن ظرفیت تک تک مردم ایران حق قائل باشه و برای به میدان آوردن اون برنامه داشته باشه. این حق تک تک مردم ایرانه که برای جهش کشور دوست داشتنی ما نقش ایفا کنند و این وظیفه دولته که برای اون برنامه داشته باشه. تبعیض نمیگذارد همه حرکت کنند. بدون مناسبات عادلانه سرمایه ها تلف می شود و به سود عده‌ای معدود به کار گرفته میشه. اتفاقا در اون مناسبات عادلانه است که همه سرمایه ها و همه ظرفیت ها به کار گرفته میشه، انحصارها شکسته می شود، خطکشی های نادرست برداشته می شود و پیشرفت محقق میشه. برای جهش پیشرفت مشارکت حداکثری مردم لازمه و این مشارکت اون است که با عدالت به دست میاد که همه بتوانند امکان حرکت و رشد داشته باشند. نکته اصلی که من اینجا میخوام روش تأکید کنم اینه که ما برای چنین موفقیت‌هایی در ادامه موفقیت‌های مسیر شهید عزیزمون به تصمیم‌های صحیح و به موقع نیاز داریم تا نه تنها دچار روزمرگی نشیم،
بلکه به قله‌های پیشرفت دسترسی پیدا کنیم.